بنا به آخرین خبرها جنگجویان گروه طالبان چهارمین شهر کلانترین افغانستان مزار شریف را در شمال این کشور اشغال کردند. در کجا بودن رهبران مدافع ولایت بلخ مارشال عبدالرشید دوستم و والی پیشین این ولایت عطا محمد نور معلوم نیست. نیروهای دولت و قواهای مردمی همگی شهر را ترک کردند. میگوید هاشم احمدزی فرمانده یکی از دسته های مردمی ضد طالبان در بلخ و می‌افزاید طالبان بناهای معموری و انشاءات حربی را اشغال کردند. هیچ گونه ایستادگری ضد آنها رخ نداد. این خبر را همچنین افضل حدید رئیس شورای ولایت بلخ تصدیق کرد و گفت نیروهای امنیتی از این شهر به سوی مرز فرار کردند. وی به خبرگزاری ریترز گفته است طالبان مزار شریف را تحت نظارت گرفتند. همه نیروهای امنیتی شهر را ترک نمودند. وی گفته است در کجا بودن فرماندهان مدافع شهر دوستم و نور معلوم نیست. بنا به بعضی خبرها و نشر نوارها در شبکه‌های اجتماعی دوستم با صدها نفر از مسلحانش به مرز ازبکستان فرار کل گرفتار هستند. فامیلیا پیاده سوارا محترم چیزی که بده پاسپورت به پاسپورت کل آمده نمیشه. دروازه فعلا بند است، هنوز باز نشده. فقط چند نفر را اعلام کرده دیگه اعلام نکرده. هفته روان شهرهای هیرات و قندهار هم از طرف طالبان اشغال شدند. به این ترتیب تنها دو شهر بزرگ افغانستان کابل و جلال آباد زیر نظارت نیروهای دولتی باقی ماندند. به نوشته نیویورک تایمز سقوط مزار شریف که زمان سرگه مقاومت به پیشرفت طالبان بود ضربه خرابی آور بر روحیه کشور خواهد شد که به قبضه واهمه افتاده است.